کامل جانمک چای جوشید می چای السلام علیکم دوستانی عزیز و ارجمند آن نفرایی که در تاجیکستان آن نفرایی که بیرون از تاجیکستان هستند یک بار دیگر سلام گرم و جوشان از خود ساحل دریای سیر عزیزان این رو دیدم باوری کامل دارم که ما سازماندهندگان برنامه امروزه که برنامه ما تحت عنوان یک پیاله چای است بهر خاطر آنه که شمایان عزیز کمی باشد هم از وطن خود یک دیدار کنید یک از وطن خود شنوید یک از وطن خود کمی خاطرتان بآرید گویان همین برنامه یک پیاله چای را برای شما تقدیم می‌نماییم عزیزان نگفته نمانیم که کانال ما پیک سوخت نام دارد شما میتوانید حتما آبونه شوید و اگر شما زنگولچه‌ای که در پایان انا اینجا نگاه کنید یک زنگولچه است اگر همون پخش کنید خدا اگر خواهد از نوگانی‌های عالم لطیفه البته برخوردار میشوید از خاطر نمیبریم کانال پیک سوخت در یوتیوب آبونه شوید و زنگولچه را پخش نمایید ما سر میکنیم کامل جانمک چای جوشید می شد حاضر خانه ای ما آنقدر هم دور نیست چای جوشید می خدایا چای چای قمغانی با دیگه دیا لا 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 لی لا 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 اینک تماشاگران عزیز و ارجمند ما آغاز میکنیم برنامه یک پیاله چای قمغانی آدمان پیر میگویند که یک دو مراتبه باید که چای گردان کنی خیلی ما نیز با گفته های آنها کار میکنیم میگویند که باز طعمی لذیذ چای میبراید گفته این گوشه من چی گفته پرسیدتم این گوشه نشوشتگی نه این ریحان دوستا ریحان خب برنامه یک پیاله چای این برنامه غیبتی نیست دوستا این برنامه به شما خبر نمیدهد این برنامه تنها برای فراغت شمایان و برای آن نفرانی که بیرون از تاجیکستان هستند یک کمی باشد هم ساحل دریای سیر به ایستاده من گفتم یک درباره همینجا لطیفه های همینجا عموما درباره چی گم یک صحبت کنیم یک گپ زنیم بعداً عزیزان دل دیده من گفتنی هستم که با فکر نکنید که این برنامه تنها برای شهروندان ولایت سوخت نه برای همه برای عموما تاجیکان تمام دنیا شتوری که میگویند دوستان عزیز و ارجمند دوستی باشد عالم خیراقوم میشد گلستان میشد دوستان گلستان خلاصی گپ من چی گفتنی حتی چای رزم بعضیا چای کبود می نوشن بعضیا چای سیاه می نوشن بعضیا من چای سفید خنک می نوشن بعدی وای اختشون هم خنک کاراشون هم خنک میشد لیکن من این چای بهترین چای عزیزان با امید و آرزوی آنه که خداوند عمری همین دریای به شما دهد من گفتنی هستم که روزهای آخر تمام دنیای این خانهش سوی زد کووید جدا همه زیخ کرد باور کنید کرونا ویروس میگوید چی میگوید بیا انا خلاصی گپ با امید و آرزوی آنه که یگان نفر بیمار نشود کمی میخواستم درباره همین چی گم کرونا ویروس صحبت کرده باشم بسیاری ها من دخترها برآمده میگویند که رفیقان خودتون احتیاط کنید انا بسیارتر دستتون صابون کتی شوید بسیارتر چی گم آنتیسپتیک میگوییم به اصطلاح همون پاشید انا بسیارتر در خانه بی ضروریت به کوچه نبرایید میگویند یک آدمی همیشه وهم و واهمه با افتیدگی بوده است عموما خانه شان هم دست پوشک پشتگی باری دست پوشک هم آنتیسپتیک پشت میگشته است خلاصی گپ همه کار همیشه وایده وهم و واهمه فرامدگی خلاصی گپ یک روز خاص از یک حاجتخانه دارد در این حاجتخانه پاچکش که زدگی درک شده است دستاش همین خیل دست پوشکای پشتگی آنتیسپتیک اول خودش پیش پوشیده است اونجا رفته و سرپوش اونیتاس پاچکش که برداشتگی گوید شیماش همین خیل فرووردگی خلاصی گپ با گشته برآمده دستاشو صابون که 5 بار شدگی 5 بار شد دست قپکای درم نمی قپد
هم تو دستاش که کیتفاش که داره زده همین خیلی کنه بیرون با خودش احتیاط کنه برامده شیمه برداشته نخاطرش برامده است توبه کنم توبه کوره بینید حیات بینید عموما من گفتنی هستم که عزیزان یگان نفر بیمار نشویتون لیکن بیمار شدم گفتیم نترسیتون این رنگی همین زکام بود است همین یک بار آدم میچسبد معقول شدی خودش که گرفته میبرد معقولش گشته پرتتون میارد است باور کنید عزیزان بنابر همین عزیزان سلامت باشتون میگیم کنی یک پیاله چای با مرحمت کنی بیایید دوستان درباره انا همین وبای سال قبض استادیم انا کرانتین بعضی کارخانه ها کرانتین داشتن بعضی ها کرانتین نکردن یک خانه تصور میکنیم یک خانه انا خوشدامن داماد دختری خانه یعنی که زنی همون داماد وای برفتگی کار با خلاصی گپ دامادم هم تو ایستاده بابا جان لبای همین دلم میگه که یک بوتیلکه همون پیوی یخ با این خنک با این باشه ثانی چی همین شما مغازین چی همین مغازه چی محله با برآمده گرفته نمیبید می من چی به میرفتیم بابا جان میبخشید خودش 15 سوم میستد من 50 سوم میتیم موندگی زداچی یعنی خودتون خوشتامان پول شنیدین کو حاضر بچم دم گرفتین من حاضر میام رفته پیوی یخ با این خوشتامان آورد دادگی بایم سیکین ریخته بابا جان همین پیوه باشد و خرود نباشد بار وزی سخت ده خرود هم بیارم مالش مادر جان من این 25 سوم خرود 5 سوم موندگی زداچی یعنی خودتون خوشتامان خورسن یک دم به قریب 40-45 کاکروس مادر جان لبای همین پیوه گفتیم و شکمه کافت یک ده همین گوشتی گوسترم باشد رفته بیارمی داماد مایلش من این 200 سامان موندگی زداچی یعنی خودتون 1 کیلو گرفته بید مادر رفته که تلفن شده است داماد هم تو برداشت الیا گفت همون کلینده خانه زنی این مردکم وای بالا تلویزیون به من پنسی بوام موندگی بودم دادید می گفت دامادم کم دو سوسیان توبه همین لبی دریایی سیردریا به استادیوم باور کنید دریا امید و آرزوی آنه که عمری دریای تیات شما با یک 4-5 نفر دمگیری به لبی دریا با آمدین همین نشستگی سیکین آش به یک بیخی میده کردن سر کنن نگاه کنن که یک تربوز آمده است یه وای تربوز قاب یک نفر خودش پرتافتگی تربوز گرفته برآمدگی خلاصی گاو لبی دسترخوان با آورده یک تا کارت زنن تو بکرم افسانه برین جین براد میشد 4 کس حیران این جین برآمد است همه حیران جینم خواهشاتون گاو زنی تا اونفت است یک کمش همین من میخواهم که مرکز شهر خوجام به یک تا خانم باشه جینم ابرکادابر گوید پیدا شده است بیده دویمش هم ویکر من میخواهم که همه ماشینی قیمت بها سوار شدم ابرکادابر ماشین پیدا شود نشد سیومشون فکر گفت است که ای خدای چی گویم من چی گویم گوش کن تو همین فقط 3 تا خواهش اجرا میکنی خلاص می گفتم یک تا خواهشی تو آخرین گاب زن گفت با 300 بار توی قفی گفتم همین دریای نگاه کره روان یک واقعه عجیبی یادم رسید همین رفیقا حاضر کرانتین ماب نشده است زنک و مردک همه خاننده هیچ که کوچه برایی نی ما مردک ها چخیل آدم آگوی همین سحر که کار به میرفتیم و بیگانی می آمدیم و یک پیاله چای و یک تا خوراک می خوردیم و خواب می رفتیم یا مردک 24 روز کرانتین دلش به همون افتی زنش هم زدگی و گپش هم زدگی همین دستورخوان مشته الهی آمین گفته 3 تا بچهش بس الهی آمین فرزند کلانیم به خداوند یک خانی کاری کلان رساند فرزند میانم به خداوند یک زنی خوشروی فرما همین فرزند خوردی همه میده به یک تا ماشینی مرسدس گرفته تیافته آمین کند زنش هم بینیش کوه و لامپچکی حالگی کم مصرف پایین شده که کلین تینجی میگفته ماند همه دعا میکنید من دعا نمیکنید شما حتون من نگاه کنم همه چیز تای زنک چه دعا کنم چوبای همه چیز من پالتوم نیست که پالتو مننده یگام پالتو گرام دیگه نی اما یک بار مادرم کرده که پالتو من به قریبی دیراجینش میکنیم 45 به برآمد رای پالتو گفتم منات مالش حتی توی هم دعا میکنم الهی آمین همین زمستان گرم شود گفتم توبه زب فکرام میبیاد در کلبه چای من با آخر استمونه دوستان
چای ما هم تمام شده مونده است. خلاصی گپ به همه اون نفرانی که طولی همین دقیقه ها ما طاقت کردن از سخنهای بمزه ما گوشتان در نکند. آن نفرانی که بیرون از تاجیکستان هستند رو افتاده نمیشویم. یک روزی بهترین در پیش شما انتظار که همه شما با هواپیما یک تاجیکستان با آمده یک مادر فرزندای دیده با بخوش و خرسندی بر آمده میروید. من گفتنی هستم که بگذار همیشه صحتمند و سلامت باشید، در لبان همتان خنده باشد و به همه آن نفرانی که این ساعت با همراهی ما بودن گفتنی هستم که عزیزان دل، یار و رفیق و خویش و اقربا رو یک نفس میگوید که مرحمت به کانال پیک سوخت آبونه شوند. انا همین زنگولچه‌ای که در پایان کادر است یک زیر کرمانیت شد. تمام این افغانی ها لطیفای بهترین از ملا مقیم تقدیم به شما. خیر عزیزان، خیر.